سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون عالی باشه. من دنیا کمال هستم، با یه پادکست دیگه توی کانال آهنگ آگاهی در خدمتتون هستم. یکی از گزینه هایی که ما باید برای یه رابطه عاطفی خوب بهش توجه بکنیم انتخاب درسته. یه جمله بود چند سال پیش من خوندمش، میگفت که بستنی خیلی خوشمزه است، آش رشته هم خیلی خوشمزه است، ولی وقتی این دوتا با هم ترکیب میشه یه ترکیب افتضاحی در میاد. ممکنه تو به تنهایی یه ویژگی‌های فوق‌العاده‌ای داشته باشی، دیگری هم به تنهایی ویژگی‌های فوق‌العاده‌ای داشته باشه، ولی وقتی شما با هم دیگه ترکیب میشین ترکیب خوبی ازتون ساخته نمیشه. همین الان توی جلسه مشاوره‌ای بودم که داشتیم با یه آقای صحبت میکردم که یه خانومی رو انتخاب کردن که توی یه بازه سنی متفاوت از خودشه. تقریبا 2 دهه با همدیگه تفاوت سنی دارن. آقا درباره رهاشدگی شدید و همین درباره رهاشدگی شدید نیازمند اینه که من یه آدمی رو باش وارد رابطه بشم که آدم امنی باشه، آدمی باشه که خیانت نکنه، پاسخگو باشه، در دسترس باشه. اینا ویژگی های کسیه که باید انتخاب بکنه کسی که درباره رهاشدگی داره. بعد من وقتی دیدگاهم این شکلیه که آقا آدم من باید امن باشه، خیانت نکردن و وفاداری برای من یک ارزش محسوب میشه، خب باید یه فردی رو انتخاب بکنم که امن باشه دیگه. حالا من ملاکای دیگه هم در کنارش دارم، مثلا ملاک زیبایی کنارش دارم. دوست دارم پارتنرم زیبا و جوان و خوشگل باشه. میام یک دختری رو انتخاب میکنم که الان تو دهه سنی هستش که اتفاقا وقت تجربه کردنشه، اتفاقا وقت اینه که بره کشف کنه، بگرده تا بالاخره کیس مناسب خودش رو پیدا کنه. مثلا الان دوستاش زنگش میزنن میگن بیا بریم با هم دیگه یه کافه. الان مثلا میره داره دانشگاه برمیگرده، اکیپ دوستاش بهش میگن که آقا بیا مثلا با هم دیگه بریم فلان جا، بریم کویر، بریم بیرون شهر. این شکلی داره میگذره و خب خواه ناخواه وقتی که تجربیات این چنینی داشته باشه خیلی طبیعیه که به رابطه سرسری تر نگاه بکنه نسبت به کسی که مثلا الان توی دهه 40 و اون کسی که تو دهه 40 دیگه الان نیاز به ثبات عاطفی داره. دوست داره الان خانواده تشکیل بده، دوست داره الان بچه داشته باشه، حتی از لحاظ جنسی هم خیلی فروکش کرده نسبت به اون دختر. و خب این تفاوت سنی خیلی چیز مهمیه، با اینکه سن تقویمیه و من خودم یکی از آدم‌هایی هستم که میگم سن تقویمی رو زیاد مد نظر قرار ندید، سن عقلی آدم‌ها رو باید مد نظر قرار داد. ولی همون سن تقویمیه هم اگه بخوایم از این زاویه دید بهش نگاه بکنیم، تجربه درونشه. آدمی که 20 سالشه با آدمی که 21 سالشه فرق میکنه. هممونم اینو میدونیم. ممکنه اون 20 ساله حتی تجربیات تلخ‌تر داشته باشه، ولی اون 21 ساله 1 سال تجربه بیشتر از اون داره، حتی 6 ماه. همه اینها خودش تاثیرگذاره. همتون پارسالتون رو نگاه کنین، ببینین دقیقاً چه جور آدمایی بودین، چه شکلی رفتار میکردین، چه جوری با شرایط کنار می اومدین. الانتون چقدر متفاوت. اصلا یه اتفاق چقدر میتونه ما رو تغییر بده، یه سوگ چقدر میتونه ما رو تغییر بده. پس رنج ها خیلی مهمن تو زندگی ما، ولی در کل سنم مهمه، یعنی نادیدش نگیرید. پس انتخاب درست خیلی مهمه. خب من بلد نیستم انتخاب بکنم. الان دیگه عصر آموزشه، الان دیگه ارتباطاته. مثل زمان قدیم نیست که یه نفر یه چیزی میخواد یاد بگیره از این شهر پاشه بره یه شهر دیگه یه آموزشی رو ببینه. عقب‌تر بخوایم برگردیم، از یک امپراتوری پاشه بره یه امپراتوری دیگه، مثلا از بلخ پاشه بره نمیدونم خوارزمشاهیان، حالا اشتباه هم نگم تاریخم زیاد خوب نیست، ولی از این ور پاشه تازه بره یه جای دیگه برای اینکه بره مثلا پیش مولانا میخواد آموزش ببینه، بره قونیه. خب اون موقع خیلی سخت‌تر بود پیدا کردن آموزگار، پیدا کردن استاد، کسی که یه چیزی بیشتر از من بلد باشه، 4 تا کتاب بیشتر خونده باشه.
انقدر کتاب وجود نداشت. اگر یه نفر کتاب داشت یه دونه کتابشو به تو هدیه میداد، این آدم خیلی تو رو حسابت کرده بود که داشت این کار برای تو انجام میداد. الان این شکلی نیست. شما تو یوتیوب سرچ کنی برات کلی آموزش میاره، تو اینستا سرچ کنی کلی آموزش میاره، رایگان 4 تا استاد معتبر پیدا میکنی، میری دوره هاشون رو خرید میکنی. خیلی راحت میشه از چیزایی که بلد نیستیم بریم سرچ کنیم، آموزشش رو پیدا کنیم، یاد بگیریم و تغییر بکنیم. زمانی که من حالم با خودم خوب نیست، احساس تنهایی میکنم، میرم پیش یه تراپیست، میرم یه آموزشی میبینم، یه کاری برای خودم انجام میدم که یک قدم امروزم نسبت به دیروزم بهتر بشم. خب الان در مورد رابطه‌ام به همین شکله. اگر همه روابط من بد تجربه میشده، اشتباه تجربه میشده، الان آگاهی حاکمه. میرم و یاد میگیرم، میرم و آموزش میبینم. شما اگر تک تک پادکستای این کانال رو هم گوش بدین، من فکر میکنم چیزی بالغ بر حداقل فکر میکنم یه 20 ساعتی آموزش اینجا باشه، اگه کم نگفته باشم. همونجوری حدسی گفتم. تقریبا یه 60 تا پادکست داریم، تقریبا همون 20 ساعت. آره 20 ساعت آموزشه، رایگانه، بدون هیچ منتیه. و نمیدونم چرا بعضیا حتی همین رو هم ممانعت میکنن. تا زمانی که شما تجربیات قبلیتون رو بخواین دوباره تجربه بکنین و از همون روش و سبک و سیاق قبلی پیش برین، منطقیه که تجربیات جدیدی برای خودتون خلق نکنید. انگار دارین کپی پیست میکنین رابطه ها رو. نتایج جدیدی رو برای خودتون خلق نکنید. من زمانی متفاوت عمل میکنم که رفتار، عمل، اکت متفاوتی رو نشون بدم که نتیجه متفاوتی رو هم ببینم. یکی از چیزهایی که میتونه به من کمک بکنه تراپی رفتنه. ببینین من همیشه میگم کسی که تمام طول روزش رو، شغلشه، تمرکز داره روی بدنش، بدن سازه، قطعا هم بدن خیلی خوبی برای خودش میسازه، هم اگه یه نفر بیاد سوال کنه بگه آقا چرا من اینجا این شکلیه، باید چیکار کنم که این شکلی بشه، نمیدونم چی بخورم که اونطوری بشه، بهتر میتونه راهنمایی بکنه تا منی که اینجا نشستم ممکنه مثلا روزی 20 دقیقه ورزش بکنم، تا اونی که یه جای نشسته اصلا ورزش نمیدونه چیه و انجام نمیده، تا اونی که 1 سال داره ورزش میکنه، تا اونی که 10 سال داره ورزش میکنه، تا اونی که فقط خونده راجبش ولی ورزش نکرده تا حالا. پس اهمیت داره. اگر که به تراپی میگم مراجعه بکنین، اگر که میگم آموزش ببینین، یه نفر اومده توی آموزش تجربیات خودش و صدها نفر دیگر رو که اومدن پیشش مراجعه کردن رو به اضافه کتاب هایی که خونده که هر یه دونه کتاب خود شامل هزاران هزار مقاله و تحقیق و سخنه. یعنی همون روزگار که به یکی دیگه یاد داده، الان هم اونی که روزگار بهش یاد داده میخواد در قالب آموزگار بیاد به تو یاد بده. یعنی تو وقتی یک کتاب رو میخونی یا یک کلاسی رو شرکت میکنی، داری مثلا حرف صدها نفر رو مطالعه میکنی، تجربه صدها نفر رو میخوای بیاری تو زندگی خودت. مثلا یه تحقیقی که میخوان انجام بدن، آقا بگیم برای انجام دادن این تحقیق مثلا اومدن 500 نفر رو آوردن، ازشون تست گرفتن، مثلا پرسشنامه اون رو پر کردن، یه سری چیزا رو ما متوجه شدیم، یه پیش بینی ارائه دادیم، بعد فهمیدیم که مثلا این کار اگه بکنی نتیجهش این میشه. بعد اینو آوردن توی کتاب، یا اومدن یه درمانی رو روی یه سری آدم‌ها اجرا کردن، نتیجهش رو اومدن در قالب یه کتاب یا مقاله ارائه دادن. یه نفرم میاد این کتابا رو مطالعه میکنه، مثلا 20 تا کتاب 30 تا کتاب مطالعه میکنه، میاد به زبان ساده و روان تو در قالب یک آموزش به شما ارائه میده. قبلا هم تو پادکست ها گفتم شبیه اینه که یه نفر درمان یک بیماری رو بیاره برای شما به وسیله یه دارو سازه. شما ممانعتی میکنین در قبال خرید اون دارو وقتی بدونین که قراره همه ی زندگیتون رو اون دارو تغییر بده. اگر من سرطان دارم الان این دارو رو بخورم خوب میشم، کسی ممانعت میکنه؟
میدونی باید به اوج رنج برسه تا شما بفهمی که این برات ضروریه، در صورتی که همین آموزش شاید هزینه یک مانتو رو داشته باشه. مثلا الان در حال حاضر چون میبینم خیلی بینتون زیاده اتفاقا اصرار دارم در موردش، کلاس بال پرواز که تا پنجشنبه مهلتش بسته میشه و دیگه فستیوالش بسته میشه و شما باید با همون قیمت 12 میلیون دیگه خریداریش بکنین. تا این تاریخی الان این پادکست داره ضبط میشه. تو فستیوال میتونین با تخفیف بگیرینش. ولی الان مثلا کلاس جدیدی که طراحی کردم به نام سفر به شهر عشق به شما کمک میکنه آدم درستی رو انتخاب بکنید. از چند طریق. یکی این که من خودم رو میشناسم، میفهمم مثلا من چی میخوام. دو این که اون آدمی که قرار انتخاب بکنم رو یه فرضیه ازش دارم و میتونم یه آدمی رو حداقل انتخاب بکنم بین این همه آدم. اصلا چه جوری پیدا بکنم، چه جوری انتخاب بکنم. مثلا یه عده میگن نیست، چه جوری پیداش بکنم. بعد از اینکه این گزینه رد کردیم چه جوری حالا باهاش رفتار بکنم، چه جوری رابطه خوبی بسازم. بعد در قالب 30 ساعت آموزش این پیاده شده. 30 ساعت آموزش خیلیه ها بچه ها، با یه نرخ فوق‌العاده پایین، با یه نرخ فوق‌العاده پایین. بعد اگر که شما بدونی قرار رابطت تغییر بکنه، مشکلاتت از بین بره، چرا باید تعلل بکنی؟ فقط غیر از این که ذهن من داره کنترلم میکنه که من همون تجربیات آشنای قبلیمو انتخاب بکنم، تجربه جدیدی، انتخاب جدیدی نداشته باشم چون ترس داره. غیر از این که ضمیر ناخودآگاهم داره کنترل میکنه نیست. چون هزینهش هزینه 2 تا پیتزاست، اونم تازه پیتزا تو اصفهان. اکثر دوستانی که اینجا هستن حالا از شهرهای دیگه، خیلی از اصفهان فکر میکنم نداشته باشیم. ولی میخوام بهتون بگم که نذارید آموزش به ضرورت برسه، نذارید کارت به استخوان برسه. تا قبل از این که همه چی خراب بشه درستش کنید. نذارید 2 سال 3 سال از رابطتون بگذره، حالا خراب شده، حالا خوب نیست، بیام درستش بکنم. قبل از این که به این درجه برسه بیا یاد بگیر که چی کار بکنی که خاطرات تلخ برای هم نسازید، که یاد بگیرید چجوری بسازید کنار هم، درستش بکنید، یه رابطه رو پیش ببرید. مثل این میمونه که آموزش شبیه آسانسور میمونه. به جای اینکه تو 20 طبقه رو پله پله بری و هی نفس نفس بزنی و یه وقت وسطش هم یه خورده بشینی و جا بزنی و ندونی چی کار بکنی، آموزش کاری که با تو انجام میده اینه که میری تو آسانسور، دکمه میزنی، سریع میبرتت بالا، میرسونتت به همونجا در حد چند دقیقه. در صورتی که با پله میخواستی بیای خیلی بیشتر طول میکشید. فکر کنید، انتخاب درست بکنید، الان تصمیم آگاهانه بگیرید. آموزش زندگی شما رو از این رو به اون رو میکنه. در هر زمینه‌ای که مشکل دارین، اگر در کسب و کار، اگر در رابطه است، اگر در زمینه مشکلات فردیه، اگر در زمینه فرزند پروریه، بگردید سرچ بکنید، ببینید با اون کسی که میتونید کانکت بشید از اون آموزش استفاده کنید. اگر کتاب خوانید، ما الان عزیزانی رو داریم که پیام میذارن، الان فکر میکنم کتاب 4 یا 5 باشه. حالا یکیشون که خیلی مقیده به کتاب خوندن و هزینه سرمایه گذاری تو کلاس ها رو نداره، ولی مقیده به کتاب خوندن، پیام میذاره و از من کتاب رایگان دریافت میکنه. و شما اگر آدمش باشید، واقعا من این کار رو میکنم، بهتون پله پله به عنوان یک کوچ همراه شما و میگم آقا الان این کتاب خوندی، خب خوبه، حالا که اینو خوندی به نظرم بعدش باید اینو بخونی. اگر شما واقعا همت کتابخوانی هم داشته باشین، من اینها رو رایگان در اختیار شما قرار میدم. مال منم نیست، منم از یه جای دیگه برمی‌دارم، ولی میدونم که تو الان باید کدومو بخونی، کدوم الان به دردت میخوره. این مهمه و بهت میدم اون کتاب تو مطالعهش میکنی. اگرم که همت کتاب خوندن نداری، دوست داری در قالب وایس و فیلم باشه، کلاس بهترین گزینه است برای تو، چون با زبان ساده و روان و فصیح برات توضیح میده. در آخر سعی بکنید که کم کم کتاب خوندن رو شروع بکنید. حداقل شبیه 10 صفحه کتاب خوندن رو شروع بکنید. یوتیوب گردی بکنید، به جای اینستا گردی یوتیوب گردی بکنید، چون یوتیوب ویدیوهای طولانی مدت در قالب آموزش براتون داره. قطعا شمایی که توی این
کانال هستی آدم آموزش پذیری هستی، آدمی هستی که زمان میذاری برای بهبود زندگیت. اگر نبودی که لفت میدادیم. و در نهایت در رابطه با کلاس سفر به شهر عشق هم اگر رابطه خوبی رو تجربه نمی کنی بهت پیشنهادش میکنم. 30 ساعت آموزش یه چیزی بالغ بر تقریبا 40 جلسه تراپی میشه و هزینه‌ای واقعا پایین داره و خیلی به دردتون میخوره. هزینه‌ای که داره در قبال اون آموزشی که شما دریافت میکنین واقعا هیچه و تأثیری که تو زندگیتون میذاره. لطفاً خودتون ناجی زندگیتون بشید و از آموزگار یاد بگیرید قبل از اینکه روزگار بهتون یاد بده. ماها درسته که محصول گذشتمونیم ولی محصور گذشتمون نیستیم. ما میتونیم تغییر بدیم با آگاهی، با نور آگاهی همه چیز رو میتونیم تغییر بدیم. موفق باشید.